سلام دوستان، امروز میخوایم راجع به دلبستگی با هم صحبت کنیم. دلبستگی در واقع یک نیاز زیستی برای بقا که طی یک فرایندی از لحظه‌ای که متولد میشیم در ما شکل میگیره و نقش مهمی رو که در این دلبستگی برای ما ایفا میکنه مادر این دلبستگی رو به ما در واقع آموزش میده به مرور. یه دوره حساس داره، یه دوره اختصاصی. دوره حساسش که از نوزادی شروع میشه که آثارش میره تا البته همه حالا براتون توضیح میدم که اون آسیبای دهانی و منقدی و این داستان ها رو ایجاد میکنه. یه بستگی اختصاصی هم داره که در واقع از زمانی شروع میشه که کودک مراقبش رو از دیگران تشخیص میده که بین 6 تا 9 ماهگی این اتفاق میفته که در همون موقع هم اضطراب جدایی تشکیل میشه، اضطراب از وجود غریبه ها. چند نوع دلبستگی ما داریم. یکیش دلبستگی ایمنه. من اینا رو سریع رد میگم که مالا دلیلش هم میگم بهتون. دلبستگی ایمن چیه؟ دلبستگی ایمن مطلوب ترین نوع دلبستگیه. یعنی وقتی که مادر هست کودک در آرامشه، وقتی میره کودک به شدت ناآرومه، مضطربه، ولی وقتی که مادر برمیگرده کودک دوباره بلافاصله آروم میشه. این یعنی یک مادر با توجه و یک مادر عالم به کاری که داره میکنه رو داره. یکیش دلبستگی ناایمنه. دلبستگی ناایمن یا اجتنابی چیه؟ این کودک در نبود مادر ناآرومه ولی زیادم واکنش آنچنانی از خودش نشون نمیده، یه جورایی بی تفاوته و این کودک یاد گرفته که به نیازهاش توسط مادرش یا مراقب اولیش پاسخ داده نمیشه، پس به تنهایی خودش اتکا کرده. حالا یواش یواش متوجه میشین چرا توی بزرگی کسانی رو میبینید که دوست دارن همشون کارشون رو خودشون انجام بدن یا نمیتونن به کسی اعتماد کنن. یکیش دلبستگی ناایمن مقاومه. یعنی چی؟ یعنی کودک مضطربه از نبود مادر ولی وقتی هم که مادر میاد یه رفتار متناقضی از خودش نشون میده، مادر رو پس میزنه یا عصبانیه، گریه میکنه، میزنه مادر رو. این وقتیه که رفتار مراقبش غیر قابل پیش بینی بوده، گاهی هست گاهی نیست، یه وقت حالش خوبه یه وقت بی دلیل حالش بده. یکی دلبستگی آشفته از سردرگمه که در حضور مراقبم این کودکان رفتارهای متناقضی از خودشون نشون میدن. یعنی وقتی که اون مادر برمیگرده داد میزنه، دور خودش میچرخه و یا اینکه یه ترس آشکار از خودش نشون میده که معلوم میشه که این اتفاق میفته زمانی که مادر خشنیه و این کودک دچار خشونت خانگیه. حتی پرستارها بعضی وقتا از رفتار کودکتون میتونید ببینید پرستاری که بچه‌تون رو پیشش گذاشتین در نبوده شما چجوری رفتار میکنه از رفتار کودکتون.
از سبک دلبستگی، در واقع سبک این دلبستگی ها موجب بازتابی کیفیت ما در تعاملات اجتماعیمون در بزرگسالی میشه. این نقشبندی طرحواره های ما در کودکی موجب میشه که ما چه رفتارهایی، چه شخصیتی در بزرگسالی از خودمون نشون بدیم. طرحواره چیه؟ تصاویر ذهنیه که در کودکی در ما نقش میبنده. دلبستگی هایی که کودکانی که در دلبستگی های ایمن رو آموختن میتونستن به مادرشون اعتماد کنن، یه مادر آگاه داشتن، خودشون رو یه آدمای ارزشمندی میدونن و میدونن که میتونن در روابطشون به دیگران اعتماد کنن. اعتماد رو یاد گرفتن از کودکی. در روابط صمیمیت رو میتونن برقرار کنن. حالا دلبستگی های اجتنابی چجوری هن؟ اونایی که بی تفاوت بودن، یعنی در حضور و غیاب مادر بی تفاوته و مادرش هم میاد باز بی تفاوته. اینا کسانی میشن که خودشون رو کافی میدونن برای خودشون و دیگران رو مزاحم میدونن، غیر قابل اعتماد میدونن. روابط صمیمی عاطفی اونا رو میترسونه و مدام در روابط به فکر فرارن. یه جور دلبستگی مقاوم دیگه داشتیم. این نوع دلبستگی ها خودشونو همیشه محتاج دیگران میبینن، نیازمند حمایت دیگران میبینن. دیگران براشون خیلی با ارزشن، با ارزشتر از خودشون. اینا کسانی هستند که در بزرگسالی همیشه نگران رها شدگی هستند، همیشه از تنهایی میترسن، همیشه نگران اینن که الان دیگه بچه منو نمیخواد. برای جلب توجه رفتار چسبیده از خودش نشون میده. یه جور دلبستگی های آشفته داشتیم که در بزرگسالی که از همه بدتر بود. در بزرگسالی رفتار پرهرج و مرج دارن، خشونت رو تجربه کردن، خشونت های شدید خانگی. در واقع حالا ممکنه سوال براتون پیش بیاد که خب این اتفاقاتیه که برای ما افتاده، الان چیکار کنیم؟ خب این صحبتهای من دو جنبه داره. یکیش اینه که مادرانی که تازه مادر شدن و یا حتی تازه هم نه مدتی مادرن، یعنی چند سال بچه های کوچیک دارن، خیلی باید تو روابطشون با بچه هاشون دقت کنن که بچه ای رو تربیت ببینید ما نمیخوایم یه بچه ای رو تربیت کنیم که کامل باشه از هر نظر، ولی باید یه بچه ای رو تربیت کنیم که تاباوری داشته باشه، که به قواعد و اصول پایبند باشه، که به حریم دیگران احترام بذاره، برای خودش چارچوب داشته باشه و اینا همه از کودکی شکل میگیره. حالا این اتفاق افتاده برای ما، حالا چیکار کنیم؟ حالا ما باید به خودمون کمک کنیم. الان دیگه کس نمیتونه به ما کمک کنه. این کمک چجوری میشه؟ اولا آگاه باشیم که این رفتارای ما از کجا داره آب میخوره. بعد از اینکه آگاه شدیم حالا باید چیکار کنیم؟ حالا یک نفر مورد اعتماد و اطمینان پیدا کنیم که بتونیم باهاش درد و دلامونو بکنیم، مشکلاتمون رو در میون بذاریم. تا زمانی که یه نفر قابل اعتماد پیدا نکردیم که باهاش حرفامونو بزنیم ما خوب نمیشیم. برای چه همه تاکید دارن پیش یه روانشناس برید؟ برای اینکه خوب شدن اتفاق بیفته. یه زبان خیلی عامیانه، خوب بشیم.
مشکلاتمون رو ببینیم، به ما نشون بدن مشکلات ما کجای کار ماست و چجوری میتونیم به اونا غلبه کنیم. امیدوارم همتون بتونید به مشکلاتتون غلبه کنید. اینجا ما تجربه هامون رو به اشتراک میذاریم. روز خوبی داشته باشید.